مشکل پیسند مادر، مشکل کشای مادر، هم راه پای مادر، هم رهنمای مادر، هم شمس در قرینت، هم ماه در جبینت، هستی چو عرش بر جا، بی تخت و جای مادر. این عشق با سرود اولین انسانی که الله است کمال می‌یابد، بزرگ می‌شود، چون نورهای خورشید سحری به تمام دنیا پهن می‌گردد و عالمگیر می‌شود. عید مبارک، اساسگذاری سلاله محبت. مادران عزیز، مادران گرامی، مادران شب زنده‌دار و استاد مهر و محبت و عشق و صداقت. از مادران بزرگ فیض‌آباد فرزندانی به کمال رسیدند که نامبردارانی این خاک و آب، این سرزمینند که نام عزیزش تاجیکستان است. قربان و زیبونیسا سابقه دار از جماعت شهرک فیض‌آباد، تولدش 27 ینوری سال 1943، زادگاهش دهه دوبیده ناحیه فیض‌آباد. زیبونیسا قربانова یکی از اولین دختران صاحب معلومات عالی گشته از ناحیه فیض‌آباد به حساب می رود. سال 1976 فاکولته فیلولوژی اونیورسیته دولتی تاجیکستان را ختم کرده است. سال 1966-1969 معلمه مکتب رقم 1. سالهای 1970-1976 کاتب یکم کمیته کمسمالی ناحیه. سال 1977-1979 دیرکتور مکتب رقم 7. از سال 1980 تا به نفقه برآمدن به حیث مشاور شعبه معارف ناحیه عاید به کار تعلیم و تربیه کار کرده است. برای خدمت‌های شایسته‌اش با مدال‌های به مناسبت 100 سالگی روز تولد ولادیمیر ایلیچ لنین، مهنت شایان، خدمت شایسته، وتران مهنت، برای 70 سالگی کمسمال، گراماتای فخری وزارت معارف و اتفاق کسبه جمهوری تاجیکستان سرفراز گردیده است. عنوان‌های کارمند شایسته تاجیکستان، اعلاچی معارف خلق تاجیکستان را صاحب است، صاحب 3 فرزند. صالحا و شریف ماه سابقه دار از جماعت دهات مهرآباد، تولدش 3 می سال 1955، زادگاهش دهه نادری ناحیه فیض‌آباد. سالهای 1972-2002 در خواجگی اکتبر چون کارگری فعال مهنت کرده است. از سال 2002 تا این جانب رئیس شورای زنان دهه بوده، همزمان با خزینه آقاخان در همکاری می باشد. آبادکار و دستی خیر داشته، همچون زنی صاحب احترام شناخته می شود. صاحب افتخارنامه و مکافات‌های زیاد، عائله‌دار، صاحب 5 فرزند.